در مؤسسه تعلیمی رقم 11 شهر خوجند با اشتراک سروران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی مرکز ولایت مشورت نوبتی دائم عمل کننده دیرکتوران مؤسسه‌های تعلیمی شهر دایر گردید. مقیم بالتویف سرمتخصص شعبه معارف شهر خوجند جلسه را آغاز نموده حاضرین را با روزنامه آن شناس کرد. سپس دیرکتور مکتب رقم 11 امیده محمدجانова در موضوع طرز گذرانیدن چاره‌بینی‌های بیرون از صنفی و اهمیت آنها در رشد جهانبینی اخلاقی خوانندگان برآمد کرده. از جمله ذکر کرد که در زمان معاصر تربیت نسل جوان و آینده ساز بر رشد جامعه، عائله و تعلیمگاه‌ها واگذار گردیده است. در راهی اخلاق نیکو، سازنده و بنیادکار تربیت نمودن نسل امروز از بسیار جهت از آن وابسته است که کار تعلیم و تربیت در کدام پایه و سطح قرار دارد. کلید همه گونه دستاورد و پیشروی و موفقیت خوانندگان در ثمرناک برگزار نمودن چاره‌بینی‌ها و به این وسیله تربیت خودشناسی و اخلاقی خوانندگان به حساب می‌رود. از این رو ثمرناک به راه ماندن کارهای تعلیم و تربیت از جانب آموزگار امکان فراهم می‌آورد که سطح مفکوره و دانش و جهانبینی طالب علمان بالا رود و همقدم زمان باشند. خوانندگان را در راه محبت و صداقت به خلق و وطن، تحمل پذیری، مهنت دوستی، احترام ارزش‌های ملی و فرهنگی تربیت نمودن از شرط‌های مهم تربیت اخلاقی و رشد جهانبینی آنها محسوب می‌یابد. ذکر گردید در ادامه چاره‌بینی. تاکید گردید که شاگردان را توسط برگزاری چاره‌بینی‌های بیرون از صنفی باید در راه احترام ارزش‌های ملی و فرهنگی، داشتن دانش‌های معاصر تربیت نموده در بنیاد دولت پیشرفته و ترقی نموده حصه‌گزار باشیم. پیشوای ملت امام علی رحمان در پیام قبلی خود به مجلس عالی عاید به رشد علم‌های بنیادی، تربیت و به کمال رسانیدن جوان وطن دوست و مهنت دوست سخن رانده اهل معارف را برای با شرفانه اجرا نمودن رسالت آموزگاری دعوت نموده بودند. در این درسی که شد من از اصولهای فعال تعلیم، اینچنین صلاحیت نوکی واسطه‌های تکنیکی این زمانه استفاده بردم. من خوانندگان خود را به روحیه وطن پرستی، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت می نمایم. می خواهم آنها در آینده به وطن خود خدمت‌های شایسته نمایند. سپس دایر به موضوع بیان گردیده مبادله افکار صورت گرفت. در قسم دومی مشورت سروران مؤسسه‌های تعلیمی شهر خوجند و درس‌های نمونوی آموزگاران از فن‌های زبان مادری، تکنولوژی اطلاعاتی، بیولوژی، سرود، الگبرا، زبان روسی، قاعده‌های حرکت راه و غیره اشتراک نموده آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.